بچه ها امروز قراره که گیم تصدیق فناف 1 رو داشته باشیم یا اون 5 شب با فردی. پس قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو در همون سرویس شه، ویدیو رو لایک کن و چنل رو سابسکرایب کن که به خانواده فامیلی دانتروید ملحق باشیم. عشقانی بزنیم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب بچه ها الان وارد بازی میشیم. نیو گیم. یس مثلا من انگلیسی بلدم. خب هلپ وانتد. اوه این فردی فرار کرده بنازم. ساعت 12 شب بچه ها. خب بسم الله الرحمن الرحیم. این ستا هم اینجا بنازم. آقا تلفن الان داره زنگ میخوره. خب این بره نکنیم. چیه زنگ میزنه آجی؟ دهنمون قراره قشنگ سرویس بشه. تماس رو قطع کن بیا برو. بچه ها میگن شب اول با اون کاری ندارن، کار دارن ها. چرا میگم ولی از شب دوم به بعد ماجرای بعد شروع میشه. خب اوکی بنازم دوربینم. اوکی خب بسم الله. یه حرکتی کردن یا نکردن و همه چی سرجشن. بچه ها شخصیت های بازی یه دونه فردیه. اسمشون چی بود؟ حاجی اسمشون یادم رفت. دهنی سرویس. ایدور برادر اینجا بنویس برام. خب بچه شخصیت هایی که میبینید همین 4 تا شخصیت هم که 6 تا البته 6مین روز یا 6مین شبش یک کاراکتر دیگه هم اضافه میشه که اون خیلی ترسناکه. اسمشو ولی یادم رفت. خب اینا سر جاشون هم بنازم. بلکن. خب عالی. قرار قشنگ دهنمون سرویس شه. اینا مال چی بودن رجی؟ اوه این چی بشه؟ اینم میبنده. اوکی فهمیدم. بنازم. اینم میاد اینو تکون نخورن. بچه یه شخصیت داره فاکسیه از اینجا در میاد. روباهه. دهن آدم اون سرویس میکنه. میگه بچه اینجا یه بیلبیلک هست بزنی صدا میده. امتحان کنیم. بنازم هاشی. ولی کیف کنیم. این پنچه رو خاموش کنیم خیلی خوبه ولی بلد نیستیم. 86% شب یکم. وو بچه رو فکر کن تو شب پنجم بریم. وو چی میشه بنازم. خب اوکی الان میریم ببینیم اوضاع چه خبره. اینا حرکت نکردن سر جاشونن. خب این چیه حاجی؟ ادیتور اینجا زوم کن برادر. چیه حاجی؟ دهنم سرویس. اینا قراره بیان دهنم رو سرویس کنن. بنازم. خب اوکی این برای ببینیم. خبری نیست. شب اول که خبری نیست بچه ها. شب اول اصلا خبری نیست فعلا. خب بچه ها بنازم. خب آقا الان اومدیم ساعت دقیقا دوتاشون حرکت کردن. ساعت 3 شبه. این اینجاست. اسمش یادم رفت. اسم این چی بود؟ وای اون چیزه کو. چقدر سریع این حرکت کرده. دهنت سرویس. فقط فردی مونده. این هم حرکت کرد. این اینجاست بچه ها. این اردکان اون بره. خب وای 59% داریم. وای 59%. دهنمون سرویسه. هی باید نگاه کنم. نیومده. اینجا نیست. اینجا هم نیست. این اینجاست. این هنوز حرکت نکرده. این هم چه اینجاست. فعلا حرکت نکرده. 4 صبح بچه ساعت 6 بشه روزمون عوض میشه. یعنی میره تو روز دوم. این اینجاست. اون حرکت کرده. دهنت سرویس. وای دهنت سرویس. این فردیه. وای این اینجاست. این اینجا. اینو باید ببینیم. اینو خیلی باید حواسمون بهش باشه. وای اینم اینجاست. پشما.
او این حرکت کرد. کجا رفتیم؟ وای اومد عقب. خب اوکی. میخواد دهن ما رو، به قرآن دارم میگم، میخواد دهن ما رو سرویس کنن اینا. ببینم الان شارژ واسمون تموم میشه 4 ساعت. خب اینا فعلا حرکت نکردن. این همینجا. خب اینم همینجاست. اینم حرکت نکرده. خب اوکی. فریدم که برادر کار نداره. البته الان کار نداره. دفعه بعد دهنمون رو سرویس میکنه. تو چرا اینقدر میریم تو این؟ واسه من جای اینو عوض کنم. بچه اومد. وای حاجی کجا رفتی؟ اینجاست. خب پشمام، این چقدر زود حرکت کرد. جون مادرت نه، گفتم جون مادرت. الان نکن این داره الکی میاد. ناموسه الان میاد دهن. جون مادرت. وای ساعت 5. وای بچه 1 ساعت میخوایم فقط. کجا رفت؟ وای این اومد. دهنت سرویس. وای اینم هنوز حرکت نکرده. اینم هنوز این مونده نرفته. این فوکسی حاجی بچه فوکسی همینه که دارم بهتون میگم. وای اینم اینجاست. 1 ساعت مونده حاجی. 1 ساعت. دهنت این نرفت. اینم هنوز اینجاست. بچه خیلی این بازی تئوریای خفنی داره. امیدوارم اینو برید ببینید. تئوریاشو خیلی خفنه. 1 ساعت میخوام دیگه حاجی. دهن ما رو الان میخواید سرویس کنی. 1 ساعت مونده. وای بچه 1 ساعت. فقط 1 ساعت. وای تو اول فاز برو دیگه. تمام. بنازم. روز اول تموم کردیم. بچه اینا از این ویدیو بود. امیدوارم از این ویدیو خیلی لذت کافی برده باشه. بی زحمت این دکمه پایین سابسکرایب بزن که به ما خیلی کمک میکنه. عشق منی. تا یه ویدیو دیگه شما رو به خدای مهربون میسپارم و خانواده‌تون پیس.